سلام. این ویدیوی کوتاه دعوتنامه‌ای برای ورود شما به سطح ذهنی آرام و امنیت بخش و صلح‌آمیزه. شما میتونید هر چند باری که دوست دارید به این ویدیو رجوع کنید و یادتون باشه با هر بار گوش دادن به این ویدیو تأثیرش قوی‌تر و قوی‌تر میشه. من علی هستم و قرار شما رو در این تجربه آرام راهنمایی کنم. اگر در این لحظه احساس استرس، فشار یا اضطراب داری یا حتی مایل هستی که آرامش بیشتری برای خودتون به ارمغان بیارید، در جای درستی قرار گرفتی و ویدیوی درست رو پیدا کردی. در هر حالتی که راحت هستی بشین یا دراز بکش. مطمئن شو که بدنت کاملا راحته و هیچ نقطه‌ای تحت فشار و ناراحتی نیست. یک نفس عمیق بکش تا سفرمون به سمت آرامش رو شروع کنیم. بیا از یک تمرین تنفس ساده شروع کنیم. چشمات رو ببند و از بینی نفس عمیقی بکش و برای 3 ثانیه نفست رو نگه دار و به آرامی از دهان بازدم کن. چند بار این کار رو تکرار کن و به ورود و خروج هوا به بدن توجه کن که چطوری ریت رو با آرامش پر میکنه. همینجوری که نفس میکشی حس کن که هوای تازه آرامش بخش وارد بدنت میشه و همینطور که بازدم میکنی استرس و فشار از بدنت خارج میشه. برای چند ثانیه این فرایند رو تکرار کن. من همینجا منتظرت هستم. عالیه. حالا بیا با تمرین آرامش عضلات راهمون رو ادامه بدیم. تمرکزت رو بیار روی کف و انگشت‌های پات. حس کن که حاله سفید رنگی از نور اون قسمت رو فرا میگیره. تو ذهنت بگو تمام عضلات من آرام و ریلکس هستند. حالا حس کن که حاله نور شفابخش به سمت ساق پا حرکت میکنه و در مسیرش تمام خستگی ها و گرفتگی ها رو آزاد میکنه. حالا حاله نور رو به سمت ران پاها هدایت کن و تو ذهنت تکرار کن تمام عضلات من ریلکس هستن. حاله رو به سمت لگن و شکم و کمر هدایت کن. برای لحظاتی اونجا بمون. حالا برو سمت شونه ها و دست ها. بذار تمام خستگی ها از سر انگشتات بیرون برن. برای چند لحظه دیگه اونجا بمون. عالیه. و حالا سر و گردن. اجازه بده آرامش تمام بدنت رو فرا بگیره. ازت میخوام تصور کنی که در یک محیط آرام و امن و صلح‌آمیز قرار داری. میتونه یه ساحل زیبا موقع غروب خورشید باشه یا یک جنگل سبز و آرام که صدای لذت بخش پرنده ها از دور به گوش میرسه، یا حتی حیات خونه قدیمی و دنج پدر بزرگ. برای چند لحظه اونجا بمون و به اطراف توجه کن. به دیدنی ها، به صداها و حتی بوها، جریان هوا روی پوستت، گرمای امنیت بخش خورشید یا حتی بوی غذای مادر بزرگ.
به خودت اجازه بده که در این محیط غوطه‌ور بشی و تمام نگرانی ها و دغدغه ها محو بشن. یادت باشه اینجا قرار نیست افکار و احساساتت رو کنترل کنی. در عوض باید با مهربونی و بخشش شاهد و نظاره‌گر اونها باشی. به خودت اجازه بده بدون قضاوت و انتقاد در این لحظه حاضر باشی. میخوام بهت یادآوری کنم خیلی مهمه که به خودت عشق بورزی، با خودت مهربون باشی و یادت باشه مشکلی نداره که گاهی حس کنی جای درستی نیستی. یادت باشه داری بهترین تلاشتو میکنی و این کافیه. یادت باشه تو تنها نیستی. آدمایی هستن که شدیداً به تو اهمیت میدن و بهت عشق میورزن. حالا که تو این محیط امن و آرامش بخش هستیم، ازت میخوام که این جملات رو با خودت تکرار کنی و اجازه بدی این جملات به اعماق ذهن و قلبت وارد بشن. من آرام هستم. من در صلح هستم. من به خودم و توانایی هام اعتماد دارم. من در امنیت کامل هستم. من دوست داشته شده هستم. عالیه. حالا ازت میخوام چند لحظه فقط رها باشی و بذاری این تجربه تمام بدنت رو فرا بگیره و حالت رو آروم، ریلکس و خوب کنه. من همینجا منتظرت هستم. عالیه. ما به پایان سفرمون به سوی آرامش رسیدیم. یک نفس عمیق بکش و هر موقع که آماده بودی چشمات رو باز کن. یادت باشه آرامش و صلحی که تجربه کردی همیشه در تو وجود داره، فقط باید بخوای که بهش دسترسی پیدا کنی. اما هرگاه نیاز به آرامش بیشتر داشتی میتونی دوباره به این ویدیو برگردی و آرامشت رو دوباره به دست بیاری. یادت نره حتما لایک و سابسکرایب کنی
تا همیشه به تازه ترین محتوا و ویدیوها دسترسی داشته باشی. من برای تو خواستار شادی، صلح و آرامش هستم. خدا نگهدار.